پرچم ملی از جمله مقدسات ملی بر شمار رفته. امروز پرچم تاجیکستان در اکثر کشورهای عالم خصوصا در پیشتاق سازمان ملل متحد پرافشانی میکند و پرچم تاجیکستان امروز در پایتخت مملکت در قلب دوشنبه با بلندی 165 متر پرافشان است و نشانه از صلح و آزادی در کشور است. و امسال نیز جشن پرچم ملی، روز پرچم ملی در اینجا در میدان استقلال با برگزاری راهپیمایی سطح بلند با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برگزار گردیده ایستاده است و در آن حدود 20,000 نفر کارمندان کسب و کار گوناگون اشتراک دارند. در پشت من پرچم ملی با درازی 60 متر و پهنای 6 متر پرافشانی دارد. پرچم ملی یک از مقدسات ملی و یک از نشانه‌های افتخار ملی است. ارجگذاری به مقدسات ملی در تاجیکستان تا جایی است که در مملکت ما یک از بلندترین پرچم‌های دنیا قامت افراخته است. اما سالت در روز پرچم دولتی در تاجیکستان تمام جوانان کشور پرچم به دست به کوچه‌ها می‌برایند و دریای پرچم ملی از کوچه‌های ما جاری می‌شود که چنین منظره را در جای دیگر نمی‌توان دید. پرچم دولتی برای هر یک ملت صاحب تمدن رمز استقلال دولتی، افتخار وطنداری، هویت ملی، آزادی‌خواهی و عزم و اراده قوی مردم میباشد. امروز در شهر دوشنبه به مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان راهپیمایی آسایشته ساکنان و جوانان کسب و کار گوناگون پایتخت برگزار گردید. در راهپیمایی مذکور زیاده از 20,000 نفر از حساب رهبریت، مسئولین و کارمندان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دستگاه رئیس شهر دوشنبه، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن، وزارت و اداره و کارخانه‌های جمهوری، ساختارهای ناحیوی و شهری ساحه معارف، تندرستی، فرهنگ، حزبیان فعال، ورزشکاران، رهبریت و استادان و دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌ها اشتراک نمودند. تمنیات شما در این روز پرچم بر مردم کشور؟ تمنای ما در این روز پر از نشاط و افتخار آن است که تا عالم و آدم است تاجیکستان عزیز باشد و تا عالم و آدم است پرچم تاجیکستان در گوشه‌های گوناگون عالم پرافشان باشد و زیر این پرچم استقلال، ننگ، ناموس و غرور فرزندان ملت ما با قامت راست بایستند، با سر بلند بایستند و برایشان سرود ملی صدا بدهد. روز پرچم دولتی مبارک کل هموطنان باد. استاد، در همون لحظه‌ای که پرچم تاجیکستان در این یا آن گوشه عالم پرافشان می‌شود، برافراخته می‌شود، شما همچون یک شهروند چی افتخارات شما را فرا می‌گیرد، چی احساسات شما را فرا می‌گیرد؟ البته این برای من خیلی عزیز قیمت است این لحظه‌ها، به خاطر که من به حیث رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی ده‌ها مرتبه در مسابقه‌های سطح جهانی بودم و هر وقتی که پرچم بالا شده است، هر وقتی که فرزندان را با قامت راست زیر این پرچم دیدم، اشک شادی ریختم، چون که این غرور بالا میگیرد، ننگ بالا میگیرد، ناموس وطنداری بالا میگیرد و پرچم همیشه مردمان را به قهرمانی، به دلیری و به حمایت این مردمان دعوت میکند. به نسل جوان میگویم که پرچم همیشه در بغلش باشد، هر جایی که میرود با افتخار بالا بکند این پرچم را. پرچم دولتی نشانی وحدت و همدیگر فهمی، اتحاد و سرجمعی و تلاش و مبارزه های ملت به خاطر استقلال و آزادی به حساب می رود. برافراختن پرچم دولتی در تمام دور و زمان ها با احساس خودشناسی و ارج گذاشتن به هویت ملی رابطه مستقیم دارد. تاریخ پرچمداری ما تاجیکان ریشه در تمدن چندین هزار ساله ملت دارد. درفش کاویانی که رمز دولتداری، آریایی و نشانه اتحاد و سرجمعی مردم کهن بنیاد ما به حساب رفته، در طول عصرها همچون پرچم ننگ و ناموس آریای تباران پرافشانی کرده است. در ادبیات عالم شمول ما جایگاه خاصه دارد. قبول پرچم کشور در مرحله حساس تاریخی به خلق ما نیروی تازه بخشید، مردم را متحد ساخت و برای برقراری صلح و ثبات ملی زمینه استوار گذاشت. پرچم احساس افتخار، وطندوستی و خودشناسی هر شهروند را بیدار می‌کند و ارجگذاری به آن نشانه احترام به مقدسات ملی میباشد. بخصوص نورسان و جوانان سربلندی ما امروز با پرچم دولتی با احترام خاص مناسبت کرده، آن را رمز آسودگی وطن می‌دانند و همیشه می‌کوشند تا در همه جاده فعالیت آن را با افتخار بالا برداشته از دولت و ملت خود شرفمندانه و به طور شایسته معرفی کنند. می‌سازد که ما هم از زیر پرچم ملی متحد باشیم، منفعت‌های ملت و دولت را حمایت کنیم، صلح و ثبات و وحدت ملی را تقویت دهیم و مقام و نفوذ تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی باز هم بلند برداریم.